زهرا الهام چرا ترک دنیای موسیقی کرد؟ دلیل خداحافظی زهرا الهام از هنر موسیقی فاش شد. افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی زهرا الهام در استرالیا. آیا به واقعیت زهرا الهام با جمال مبارز ازدواج کرد یا خیر؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. زهرا الهام هنرمند جوان یکی از چهره‌های مشهور و سرشناس در هنر موسیقی کشور است. زهرا الهام عاشقانه به برنامه‌های هنری‌اش می‌پردازد. وی با اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع توانست مقام اول را در این برنامه رقابتی از آن خود کند. زهرا الهام بعد از آن که برنامه ستاره افغان را موفقانه سپری کرد، آهنگ‌های برای دوزاران و طرفداران صدایش سرود و کنسرت‌های هم در داخل و خارج از کشور برگزار می‌کرد. اما بعد از تحولات سیاسی در کشور، زهرا الهام مجبور به ترک کشورش شد. وی در کشور استرالیا با برادر زندگی می کند. چند می شود تصاویر زهرا الهام با جمال مبارز در صفحات مجازی دست به دست شد که زهرا الهام با جمال مبارز ازدواج کرده است. اما تا کنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست. اما دیر می شود زهرا الهام کاملا از راه هنر موسیقی به دور است و دیگر به کارهای هنریش نپرداخته است. زهرا الهام در کشور استرالیا قرار است برندی از لباسهایش را بسازد و با کاروبار شخصیش ادامه بدهد. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند جوان و با استعداد کشور از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.